مسئله مولود ها درستیش نادرستیش بدعت گفتنش ثوابش واقعا مولود همین مقصد جشن مولود پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر چنده که یک اصل شرعی داره در صحیح مسلم اومده است پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سوال کردن که چرا روزهای دوشنبه روزه میگیری؟ علت همین روز دوشنبه روزه گرفتن چی است؟ گفت فیه ولیدتو و فیه انزل علیه. در روز دوشنبه من تولد شدم، در روز دوشنبه بر من قرآن نازل شده با خاطر انمو که روز دوشنبه برای من مقصد قدر مرتبه داره که من در همین روز تولد شدگیم من روزه میگیرم. ببینه یا عبادت حتی در تخصیص داده است. از همین خاطر میگن که اصل داره به اصل نیست. اما با او شکل و صورتی که امروز ها مثلا مولود ها برگزار میگردن در عصر واقعا در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه تابعین تبع تابعین نبود. اول شخصی که مولود تجلیل کرد حتی در سطح یک دولت گویا یک جشن دولتی کرد والله علم در عصر 7 هجری امیر اربیل امیر مظفرالدین بود. امیر اربیل، این اربیل نام یک شهری است کردنشین در عراق. اما امیر اربیل باری اول در عصر 7 هجری مولود نبوی را تجلیل کرد، قید کرد. برای بعضی دوام میگن این بدعت است. در زمان پیغمبر و صحابه و تابعین مقصد همون اسرار که نبود، اسرار مشهود و خیر میگن، اسراری که پیغمبر خدا توصیف کرده است. حضرت میگه خیر امتی قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم، بهترین امتی من امتهای عصر من هستند یعنی صحابه، بعد کسایی که بعد اینا میآیند یعنی تابعین، بعد کسایی که بعد اینا میآیند یعنی تبع تابعین. هیچ شکی نیست که 3 عصر اول اما عصر مشهود و خیر بوده. مولود با این شکل هایی که ما و شما برگزار میسازیم در او عصر زمان ها نمیشد. علتش چی است؟ چرا نمیکردن؟ زیرا که وقتی که حضرت زنده بود هر نشست مولود بود. مولود یعنی چی؟ یعنی ذکر حدیث پیغمبر، صفت پیغمبر، قصه پیغمبر، مقصد پند نصیحت پیغمبر صلی الله علیه و سلم با مردم رسوندن. خب حضرت خودش وقتی که زنده بود الگوی زنده احتیاج نبود. خب بعد وفات پیغمبر صلی الله علیه و سلم صحابه ها طبق اخباری که در کتابا اومده است، مخصوص کتابایی هسته که مثلا همین رجال حساب میکنن والله علم همین از ابن حجر عسقلانی حتی یک روایتی را دیدم که حضرت میگه که یک روایتی را دیدم که انا گفت که مجموع صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حجت الوداع از 104,000 تا 124,000 یا 104 گفتن، اول زیاده ای 100 میگن، بعد میگن 104، یک روایت دیگه قد 114 گفته گیان و نهایت روایت آخران و نهایی 124,000. اینا که تصور کنه که 124,000 آدم مشرف شدن با دیدار پیغمبر، با ایمان آوردن با پیغمبر صلی الله علیه و سلم و در همون دین باقی ماندن شد. همین صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم آدمای معتبر و بزرگ بودن. از تمام گوشه و اطراف مردم نزد اینا می اومدن. با چه خاطر؟ برای تجارت نزد اینا نمی اومدن. برای مثلا احوال پرسی از زندگی و از سلامتیشون نمی اومدن. با اون خاطر می اومدن که از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یگو قصه کنن. میگفتن از پیغمبر یگو چی بگیر. و وقتی که از پیغمبر که گپ زدن هر نشست مولود بود، هر صحبت مولود بود، هر گپی که میزد هیچ صحابی از خودش گپ نمیزنه. حضرت دیدم این ای خیل گفت، حضرت دیدم این ای خیل کار کرد، حضرت دیدم در بالای منبر نشستگی در سرش سلای سیاه همین خیل نازنین نخش رو. این همین گپی صحابه همین، یعنی که اون زمان عصر هر روز هر ملاقات هر محفل مولود بود. خب صحابه های دنیا رفتن، مردم به تابعین رجوع کردن. تابعین یعنی شاگردای صحابه، کسایی که پیغمبر را ندیدن اما با صحابه نشسته خیز کردن. چرا نزد تابعین میرفتن؟ برای که خبر موثق بشنون. اوی ای صحابه شنیده است کو انس ابن مالک 10 سال حضرت خدمت کرد، مثلا صحابیه که
فرض کردیم از انس ابن مالک ابن ابی رباح مثلا شنیده است و نزدش میرفتن که حضرت کمو گفتم انس چی قصه کرد. حتی در خبر اومده است میگه هشام ابن عبدالملک شاهی بگیم پادشاه سلاله امویه هشام اومد میگه حرم گفت که یگان صحابی را بیارین قصه کنم پادشاه های یگان صحابی پیغمبر را بیارین که از صفات پیغمبر از سخنهای پیغمبر قصه کنم. کی گفتن یا رسول الله یا امیر المؤمنین همه مرد هیچ کنه مونده است صحابی نیست. خیلی گفت یگان تابعی بیارین. تابعی را برای چی میگن آخه؟ عالم نگفت عالم گفت یا تابعی بیاره. او برای که شاگردای صحابه طاووس یمانی را میگن نزدش بردن. این شاگردی حضرت علی های شاگردی عبدالله ابن عباس های بسیار شخصیتی بزرگ های. طاووس رفت میگه او پادشاه در قصر در بالای تخت شدگی این حضرت میگه کوشوش کشید. در اون زمان عصر در پیش پادشاه کوشو را نمیکشیدن. یا پای از بو میکنه یک که خدای نکرده دیواغ حضرت نه فورا گفته ممکنه بود از کشیدن کوش. این حضرت کوشو را گرفت دنگل داده اومد نگاهش کرد ششتگی مردم در گردش چختن. گفت السلام علیکم یا هشام کیف حالک یا هشام. اومد در پیش شیشت. این همین وقت دید خون در سرش زد. گفت جلاد بیا گردنش بزن. کی وزیرش میگه گفت که حضرت اینجا نمیتونی این مدینه رسول های این حرم های اینجا ممکن نیست های. تو میدونی که این عالم ملت های عالم این ملت اسلامی همی های بعدی صحابه بزرگترین شخص اسلام میخیره بگو که تابعی بدای مرتبه منزلت بلند بدای عالم بدای بیادب بدای. بگو چی بیادبی کردم؟ گفت که اولش که کوشو تا کشیدی کوری نمیبینی مردم همه کوشوش کتی شده است تو اومدی در حضور ما کوشو را کشیدی بعدا مرا بنامم گفتی تو چی گواره مرا جمونده که یا هشام کیف حالک یا هشام امیر المؤمنینم نگفتی و من امیر مسلمانام اولو الامرم یعنی دست ما بوسه نکردی مردم پوچو ما میلیسن تحت و دست ما بوسه نکردی من صحیب امرم و به اجازت اومدی در مقابلم شیشتی تو چشم نداری نمیبینی این مردم هم چختن تو چی به اجازت اومدی شیشتی. و میگه این حضرت هم شاگردی صحابه های پیغمبر های. گفت اما این که در حضوری تو کوشو کشیدم تلخت کفید من هر روز در پیش پروردگاری رب العزت هم کوشو را میکشم. گمان میکنم که حضرت خداوند من خشنود میشود و تو چی یک نطفه آبی منی پوچورم که باشی تو حاصلی داخل شدن یک شوشدون در یک شوشدون دیگه ای این قدر غرور و تکبر داری تو که مقصد با یک کوش کشیدن من این دماغت میسوخته استی حکم قتل و را صادر میکرده. این که تو را بنام خواندم تو شگرانه که خداوند دوستاش در قرآن بنام خوانده است محمد رسول الله یا داوود اینا جعلناک خلیفتا فی الارض. هر کجا که گپ میزنه انا نام دوستاشو میگیره دشمنو را به کنیه گفت تبت یدا ابی لهب و تب اگر چند نام او بدبخت عبدالعزای کنیهش گفت من ترا بنام خواندم دوستانه خواندم. این یکی ترا امیر المؤمنین نگفتم به خاطر اون است که اکثر مؤمنو ای امیریت بیزارم میترسم بیچاره من نمیخواهم دروغ بگم دست بوسه نکردم قدیمه وقت سوخت. من ای حضرت علی به دو گوشی خود شنیدم حضرت علی مقصد استاز می گفت که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه دستی کسی را بوسه نکنه مگر دستی زنهاتون به شهوت دستی فرزنداتون به شفقت. تو نه زن میبونه فرزندم تو حتی یک آدمی نیستی که در دین خدمت کرده باشه که کرایی داشته باشه که با به خاطر احترام دین اعتقاد به اسلام دست بوسه کنه. این که در حضور چشتم میگه اما حضرت علی شنیدم حضرت علی از زمان پیغمبر رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنه که هر کسی میخواهد در دنیا دوزخی را ببینه بگو در پیش با کسی نظر اندازه که خود ششتگی مردم در اطرافش استادگی من در اومدم همین سیمای دوزخی را در تو دیدم خود تا قششتگی مردم در بالای سر چخ بریم ما در پهلو چشتیم با جای مینداری باید
دوغ پوپیسا و وایما این هوشای سرش کند دا امری سرش تری گپورا نشنیده بود همیتا در دلش حیبت غلطید گفت شیخ یک وصیتم ایراوی یا وصیتم کرد گفت ایم حضرت علی شنیدم حضرت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که در دوزخ مرها هستند مثل کوه احد همه حلقه زدگان چنین کوه احد کژدم ها هستند مثل شتر منتظر اعتباری نه پادشاهای ظالمند خسبر رفت میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفتن کی بود هیچ خیلی بود در عمری سرش تری گپ نشنید است اخی در دمشق همه پتخلیم چاپلوس و خوگان هیچ خیلی گپ زنی گفت با وزیرش گفت که این مردک شاگردی صحابه ها دیدی که هر قصه میکنه ای صحابه ها میکنه با واسطه صحابه از پیغمبر میکنه نمی صحابه پیغمبر نمیخوندن این رنگ ما محتاج پولی نیسته محتاج خونه و دری نیسته حتی پروای مرگش نداره میدونه که اگر بکشی شهید میمره فرد روز قیامت با از گریبانت میگیره همه صحابه پیغمبر این همین طریق زندگی میکردن میگن یعنی که وقتی که پیش تابعین هم که میرفتن به خاطر اون میرفتن با واسطه تابعین از صحابه از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت بشنوند این زمانی تبع تابعین شد اخلامی حضرت را بسیار محترمند بسیار بزرگند بزرگیش و حساب چیه حساب همون علمی که رسیده شو با واسطه تابعین و صحابه از پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر نشستی اونو به خدا قسم مولود بود هر گفتگوزارشو مولود بود همیشه یادی پیغمبر همیشه ذکری پیغمبر هر چند که دور شدیم همو قدر محبت کمتر شد حب نمیشناسن اخی قدری زر زرگر میدونه از برای خدا چیزی را که نشناسی و ندونی اگه جا قیمت میکنی خدا رحمتش کنه شیخ بایزید میگه یک دونه بریلیان داشته است یک شاگرد شکاک داشت یه روز هم شاگرد چه فیراد کرد گفت که بچم همین گوهر را بگی که بر بازار چندش میکنن اکی همین مردم عوام بیچاره کمبغل بازار که گفتن یا همون بازار شماتکا پیشی نظرت میاد یا بازار میوه یا بازار یا میوه دا میدرویه 10 رسته را میگرده قریب 100 خریدار دا همون بریلیانت پیشنهاد میکنن ای 10 درم زیاد نرخش نمیکنن 10 درم 10 خانه میکنن و این میگه حضرت بیره همین نرخش 10 درم بده است قیمتی 10 درم و میگه بچه مکه بگی بزرگ جواهر فروشا بر تو بزرگ میوه فروشا دا بودی بزرگ جواهر فروشا میره هم دکان اول دا میگه که تو میره ببین چند سوم های همین میگیره نگهش میگیره ای جواهر فروش میگه 200,000 میتون خیلی میگه فهمیدم بته میگه 500,000 ای بچه فروشی نیست بته 1,000,000 هزارش 1,000,000 میشه من میگه تو نمیفهمی گپا من نمیفروشم این برای فروش اومدم برای فهمیدن این نرخ اومدم میگه 2,000,000 و بی عقل خودم نیست تو بته من فقط نقش برام صاحبش دا بگم با میگیرش مجبوری ای دوستش میگه هو برادر اگر ما بودو آوردی التماس بگونه نکن بیو ایامی گفتگیم چند برابر زیاد میده ای گفتگیم امیو یی هوش سرش کند است و میگه حضرت من نفهمیدم اینجا چه حکمت است 100 سوداگر در نشونش دادیم ای 10 درم زیاد نرخش نکردن این میرم کشتل ما قپیده است دیگه دست بردار نیست اگر انمانا نمیکردم 5 میلیون شان میکردم این سببش چی باشه میگه سببش اون است که او بیچاره میوه فروشا در مسئله بریلیان علم ندارن ای کجا میدونن و بریلیان چیه همون میوه خیچه میدونن ای مردم متخصص ای و اسپیسیالیست ای میدونه هیچ قیمت داره قدر زر زرگر بداند قدر گوهر گوهری قدر گل بلبل بداند قدر قنبر رو علی حضرت علی یک غلام آزاد کرده داشت به نام قنبر امیر مسلمان ها بود که جای دمشیش میگو قنبر بیاره بعد تعجب کردن که حضرت این کیه یک گردک یا مسفیده که مقصد جنج زدگی اخی تو این با میگو قدر قنبر علی میدونه هم محیب بود اصلا یعنی قدر پیامبر صلی الله علیه و سلم هم به طریق روایت شاید کسی میدونه که از حیات حضرت آگاه علم داره نسبتش میدونه که این چی مروری دای این چی درجه و منزله داره در پیش پروردگار آخه آدم ندونه برای او را چی هست
تعجب میکنه. یا تو هسته یا مولودا باری اول تشکیل شده بود که با خدا قسم چیزی که بعد گوش خودم شنیدم. یک از همین نیم هزل و نیم جدی گفته است که فلان جورم خونه بود خونش فیراد میکرد رفتیم هم یک کاسه شوربه را خوردیم یک ساعت هم تا چخ مومون هم موضع قیام دم خستن همین قبض عقلش. اما همین مولودها و محفلای مولودی سببگاری آن شدند که مردم پیغمبر را شناختند، دینشون را شناختند. با خدا قسم بعد محفلای مولودی مسجدها پر شد. مرد باشه باید بودن، کج بشین راست بگو. همه مردم مسجد نمی رفتن. خیلی موعظه مسجد هم نمازخانه در می رسید خلاص. اما همه مردم مولود می رفت. نمازخانه و بی نماز. زن و مرد، کودک و کلان همه می رفت. این همی دعوت ها همین مولوده که ما میگیم چیه؟ قید دین رجدنیه تو دارو خدا. این حقی محفل مولودی. یک ساعت زیاد شد که فقط سوال جواب شرعی رفته است. همین کجای همین بدعته. یا این همین صحبت میشه با. همه بیچاره عالم حد اقل 20 دقیقه نیم ساعت صفت پیغمبر هم میگه، خصلت‌های پیغمبر هم میگه، پند نصیحت‌های حضرت به امتش میرسونه. آخه این واجبه، این چقدر بدعت میشه با. بله این همین بالفرض بگیریم این کاری هست که در هم عصرهای مشهود به خیر نبود. در کشورهایی که همه آزاده یکون خیلی محدودیت نیست. ای تلویزیون میره و گپ میزنم. مسائل شرعی را زنگش میزنم با تلویزیون جواب میدم. همین مثال ایگیجی بخو خیلی با قلار اب نیست برادر لوگوی گازی چوب کن. در مکتب خدا و پیغمبر را نقل میکنم بچه‌ها. یکون احتیاج نیست. و چیزی که همیشه هست احتیاج نداره. اما جوهایی که این محدودیت ها هست به خدا قسم این ملهم است. این همه هم یک راه و وسیله امر بالمعروف و نهی از منکر است. یک راه و وسیله معرفی الله ذوالجلال و پیامبر محبوب برای امتهای رسول الله صلی الله علیه و سلم. همین کسی که همین را نبینه کور میشود. میگم که این همین کسایی که همین فتنه میاندازن ها این فلان این بسمدون همین یکون فایده و منفعتی به مسلمانان همین دیار تا حالی را رسیدگی نیست. غیر فتنه انداختن، غیر همین مشکلی ایجاد کردن. نه فقط این دیار، همین دنیا را که میبینیم در همه جای بدبختا سبب این همین فتنه ها شده است. برای همین حدی اقل ما باید بگیم که بله اگر چنده به همون مفهوم لغویش بگیریم که بدعت است، اگر چنده گفتیم که اصل شرعی داره احتفال جشن پیامبر صلی الله علیه و سلم به حدیث، لیکن بدعت همون چخیله که علمای اهل سنت و الجماعت خاصتا محدثای بزرگ مثل ابن حجر عسقلانی، مثل بدرالدین عینی یا بزرگترین شارح های بخاری هستند، مثل امام نووی بزرگترین شارح صحیح مسلم، همون تقسیم بندی شده حدی اقل به دو قسم، بدعت حسنه و بدعت سیئه. اگر به معنی لغویش بگیریم اصل بگیریم همون بدعت سیئه بدعتی هست که اصل نداره، اما چیزی که اصل داره اگر چند نوآوری هم که باشه مدام که اصل داره او را مثال بدعت سیئه گفتن نمیشه، پس حسنه است. از همین چیزا استفاده بردن در کار. احمق است اون کسی که در شاخ درخت میشینه و شاخ اره میکنه. او شاخ وقتی که کنده شد اول خودش میاد در زمین بخیره. خداوند ما شما را حفظ کنه و خداوند ای شیطنت ای حیله و نیرنگا ما شما را نجات بده. به قدر همین محفل و مجلس ها برسید.